خاطر کششی انجام میدن. مهمترین میتونید لاغرتون بیشتر چیزایی که توی زندگی انجام میدم. چند تا کاری که حس میکنم ممکنه که به دردتون بخوره و اوکی باشه براتون. میشه گفت یکیش ورزش کردنمه. من هر روز دروغ بخوام بگم هر روز که نه همون یه روز در میون توی خونه همینجا زیر نور خورشید ورزشام میکنم. و ورزش کردن دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه وقتی که وارد هیته باشگاه میشم و کلا چارچوب باشگاه میاد روی کاری که دارم انجام میدم، ناخودآگاه درونم یه چیزی رو روشن میکنه. تو بهترین این باشگاه قرار بگیری. کی بهترینه پیداش کنم؟ اونه. خب پس من از اون قرار بهتر بشم. برای همین ترجیح میدم یه ذره باشگاه رو از خودم دور کنم. یه ذره که یه سالی هست که باشگاه رو از خودم دور کردم. تفنن میرم اما دوباره اینطوری میشم که اوکی من آدم رقابتی ام، من نمیتونم اینجا باشم. من اگه اینجا باشم روانی میشم. و فقط رقابتم توی ورزشه. یعنی اینطوری نیستم که هر چیزی رو با رقابت بخوام به دست بیارم توی ورزش. فقط اونم به خاطر همون کمالگرایی و رشد ذهنی داستاناست که از بچگی بود. حالا غذا درست کردنم، روتین زندگیم که چیکار میکنم و چیکار نمیکنم، ورزش میکنم، چه چیزایی رو دوست دارم، چه چیزایی براش تلاش میکنم، چه کاری میکنم که کمالگراییش بذارم کنار هر چیز دیگه ای. بچه بذار یه سری از سیکرت های زندگیمو بهتون بگم که من دوست دارم یه جایی که هستم پر از آینه باشه تا هی خودم رو نگاه کنم. اینکه دوست دارم توی خونه آلردی وقتی که هیچ کاری قرار نیست بکنم پنج‌ترین لباسامو میپوشم هر ساعت هر ثانیه. اینو به مدت 5-6 سال چیه دورانی که باشگاه میرفتم روندی رو داشتم تا بتونم هی خودم رو نگاه کنم توی آینه و ببینم که از روندم خارج نشده باشم. مثلا میتونیم غذا بخوریم یه ذره استراحت کنیم بعد ورزش کنیم، ولی 50 دقیقه است. البته که نگفته نباشد من صبح یه تایم کوتاهی من وقتی که لفظ از ورزش میاد واقعا برام مهم نیستش که حتما ورزش باشه. بیشتر دلیل حرفم اینه که میخوام یک تحرکی طی روزم داشته باشم تا اون کالری که میخوام از بدنم سوخته بشه تا وزن اضافه نکنم یا وزنم کم نکنم. میدونی از اون سمتم تناسب اندامو داشته باشم. میگم صبح من رفتم ترمیم ناخون چطور شد بچه؟ لذابه نه؟ میشه من بگید که خوب شده؟ چون دوبار رفتم جلشم پاک کردم و دوباره طراحی کردم. کمالگرایی شت. رفتم تا بالا تا ناخونم ترمیم کنم رو پیچیدم رفتم پارک. دو نصفی زدم، دو رسمی پیاده روی کردم، ولی پیاده روی تند بود، تند توی گرما وسط تابستون. چرا؟ چون که من باید کالریمو بسوزونم و ورزش و تحرکمو داشته باشم، نه به خاطر لاغری نه به خاطر چاقی، صرفا به خاطر اینکه سوخت و ساز بدنمو داشته باشم. و سعی می‌کنم طی روز شده با ورزش کردن توی خونه یا پیاده روی هر چیزی. الانم خیلی بیشتر گشنمه، میتونم یه غذا بخورم بعد از این غذا خوردم یوگای سبکی بریم. فعلا غذا قضا. خب بچه‌ها این در واقع صبحانه و ناهارمه. چون من برای صبحونه یه دونه لته خوردم، مرغ گریل شده با سیب زمینی همراه با سالاد و سس ماست. این سوسی هم که این کنارشه یه سس فاکینگ تونده و خیلی خوشمزه است. من خودم همیشه عادت دارم که غذا خوردن خیلی لحظه جذابیه هر انسانی که غذا بخوره. البته بعضی اینطوری نیستن و همیشه به اون حسودیم شده که چطوری میتونی از خوردن غذا لذت نبری. واقعا خیلی لحظه جذابیه، خیلی بهشون حسودیم. چرا بگذاریم از اون طرف کلا دوستم که یه فیلمی چیزی در همین حین که دارم غذا میخورم ببینم، دارم ویدیو ضبط میکنم برام با شما لحظه زیبا رو ترجیح میدم که باهاتون حرف بزنم. خوشمزه است ولی ذره خوش شده. خودم درستش نکردم. مامانم اگه من بودم زودتر از این کاری در مامانم خوشتر دوست داره. مثلا راجع به این موضوع صحبت کنم. اونم راجع به این که چون خیلی ادعایی در ارتباط با این که خیلی اطلاعاتم زیاده راجع به ورزش یا هر چیز دیگه نه. صرفا یه سری تجربیات داشتم که اگر نیازم نه، اگر کسی ازم بپرسه تجربیاتم باشه میکنم، اگر کسی ازم نپرسه سکوت میکنم. ولی چون که معمولا این تجربیات حتی به درد خودم خورده یا یه سری از دوستام یا نزدیکانم خورده، دوستم باهاتون شیر کنم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه توی زندگی اگر کمالگرایی رو کامل کنار بذاری میشه گفت اینه که وقت نگیری. خیلی
عجیبه که دارم من این حرف میزنم سخت نگیریم، یعنی که دائما دارم سخت میگیرم توی رابطه رفتنم، چه توی ارتباطم با دوستام، ارتباطم با خانواده‌ام، چه توی ارتباط گرفتن با خودم، دائما دارم سخت میگیرم. خیلی عجیبه که دارم این حرفو میزنم. من اینو جدی دارم میگم. هر چقدر کمتر سخت بگیری، اولش نه، ولی وقتی که 1-2 ماه میگذره و سخت گرفتن رو کمتر میکنی، واقعا متوجه میشید که چقدر حالتون بهتره و چقدر به اون چیزی که میخواستید دارید زودتر میرسید. من الان خودم یه تایمینگ خیلی طولانی، اگر صبح با ترازو رفتنم رو شروع نمی‌کردم، روی ترازو ببینم چند کیلوام، اصلا نمیتونستم ادامه بدم روزم و کل حال روزم هم به این بستگی داشت که برم روی ترازو و وزن بکنم و ببینم پایین اومدم یا نه. اما کلا راجع به این مورد که کمتر سخت بگیرید راجع به غذا خوردن، من خودم شخصا از وقتی که ترازو رو کنار گذاشتم توی زندگیم، ترازو اصلا بردم توی اتاق دیگه گذاشتم، ترازو رو کنار گذاشتم، بس کردن خودم رو کمتر کردم، کمتر خودم رو اذیت کردم توی این مورد، راحت‌تر وزنم اومد پایین. یعنی اینکه با همین حالت شروع کردم وزن کم کردن. یعنی صبح که پام شدم به جای که برم ترازو رفتم رو آینه. 2 تا پیشنهادی که من به همه دوستام، خانواده‌ام و همه آشناهام می‌کنم، این که اول از همه مهم نیستش که حتما بری توی باشگاه تمرین کنی، فقط متابولیسم بدنتو ببر بالا، تحرک داشته باش، تحرک هر چی که شده. من شده بود تو دانشگاه الکی از این دانشکده میکوبیدم میرفتم اون دانشکده، یه دوری میزدم دور برمیگشتم میکوبیدم میومدم این دانشکده، که چی بشه که فقط تحرک روزمو داشته باشم، که ساعتم رو نگاه میکنم میرم که اوکی 12000 قدم راه رفتم یا مثلا 7 کیلومتر پیاده روی داشتم. صرفا همین روند رو یواش یواش که پیش ببرید واقعا نتیجهش رو میبینید. و دومی این که مهمترین چیزی که میتونید باش روند لاغریتون رو بیشتر کنید، آب زیاد، آب خیلی زیاد. دورانی رو داشتم که 1-2 سال پیش توی قبلیم 1 لیتری بود، دیوونه شده بودم ولی میشمردم، میبردم زیر شیر آب 1 بطری میخوردم، 2 تا میخوردم و حتما باید نیدار باشه. واقعا نی خیلی تاثیر داره توی بیشتر آب خوردن. کلا بدن رو تصفیه میکنه، میدونم خیلی شکم رو پر میکنه و هی باید بری دستشویی و هی مراحل سختی رو بگذرونی، اما تاثیر میذاره. من روزی 8 لیترم، یعنی قشنگ میشمردم، میگم 1 2 3 4 5 6 7 هشتمی و اینطوری دارم که دیگه نمیتونم، دیگه دارم میترکم. نه که به زورا بچه‌ها، از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 شب خب هی آروم آروم پر میکنم میخورم. من ناهارم بخورم کار که نمیری بود ساعت 5 ایناست، خیلی دیر وقته، یه چیزی بخورم بچه به لوکیشن ورزش اتاقم شد، گلم از طبقه بالای اونجا افتاده پایین. یه تایم کوتاهی شاید باورتون نشه ولی 20 دقیقه همین، چون بیشتر از این بدنم بوی گند عرق میگیره. بوی عرق بعدیش اینه که تو دائما باید بری همون و الان تابستونه و من صبح همون بودم و نمیتونم دوباره الان برم همون. سر همین در حدی که بدنت یه تحرکی داشته باشه یه خلاصه ورزش میکنیم. و ببین ورزش ها میگم حتما لازم نیست سنگین روی شکم. I'm so sorry، نمیتونم موهامو مثل آدم به جوربین ببندم، راستشو بخواید I don't know. اوکی یوتیوب کپی رایت میزنه، سر همین مجبورم که صدا رو قطع کنم و شما بدون صدا، یعنی با صدایی که خودم روش میذارم اولش گرم میکنم و یه ذره کششی انجام میدم. بعد از اینکه کششی انجام بدم یه چند تا ست سبک با شکم و این چیزا میزنم در حدی که فقط بدنم به حاله ای از رطوبت روش بشینه، در همین حد، خیلی بیشتر نه. خیلی خلاصه
بیسیک و سبک. ورزش خیلی سبکی داشته باشی از هیچی خیلی بهتره. مهم هم فقط یه سبک نمیدونم حتی برقص. مثلا میگم موقع ورزش کردن هم که شده تا یه حد کوچیکی یه دنسی، یه حال خوبی، یه انرژی به خودم بده. و ببین واقعا دارم میگم حتی شده از هیچی خیلی بهتره. اگر نمیتونی باشگاه بری اوکی، میتونی باشگاه بری که چه بهتر خیلی بهتره که برنامه داشته باشی. اما اگر همونم نمیتونی سعیتو بکن که 20 دقیقه رو کتفی بدی. به خوبه که بسته از هیچی خیلی بهتره. بیایید با هم دیگه شرط ببندیم که کمالگرایی رو بذاریم کنار و پرفکت بودن و بی‌نقص بودن هیچ وقت عملی نمیشه. فقط توی فیلم ها میتونی به این باور برسی که میشه. هیچ کس پرفکت نیست. فقط شروع کنیم تا ویدیو بعدی میبینمتون.